او زنی بود که تاریخ را تغییر داد. کلئوپاترا، ملکی که با عشق و قدرت امپراتوری روم را به زانو درآورد. کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان نه تنها به خاطر زیبایی‌اش، بلکه به دلیل هوش سرشار و مهارت‌های سیاسیش مشهور بود. او به چندین زبان مسلط بود و یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ شد. او ابتدا جولیوس سزار را شیفته خود کرد و پس از مرگ او با مارک آنتونی متحد شد. اما وقتی روم به فرماندهی اکتاویان به مصر حمله کرد، سرنوشت او برای همیشه تغییر کرد. بر اساس افسانه‌ها، کلئوپاترا برای تسلیم نشدن به رومیان خود را با نیش یک مار کبرا کشت. اما آیا واقعا این گونه بود؟ راز مرگ او هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای تاریخ است. نظر شما چیست؟ آیا کلئوپاترا قربانی سیاست شد یا خودش پایان زندگیش را انتخاب کرد؟ نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید و اگر از این کلیپ لذت بردید حتما سابسکرایب کنید.